بهر اجرای نقشه چاره‌بینی‌های تطبیق استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2013-2020 و عملی نمودن تدبیرهای در این برنامه مهم دولتی پیش‌بینی شده در تالار مشورتی مقامات اجراییه حکومت دولتی شهر ترسونزاده جمع آمد برگزار شد که در کار آن تمام اعضایان کمیسیون مذکور اشتراک داشتند. رئیس کمیسیون جمعیتی عاید به پیشگیری کروپسیا در شهر ترسونزاده اکرمزاده پرویز جمع آمد را آغاز کرده درباره جنایتکاری در سمت عمل‌های ناشایسته کروپسیونی در 3 ماه اول سال 2017 سخنرانی نمود. بعداً سردختور بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده تاج‌الدین یتیموف دایره نظارتبری درباره اجرای نقشه استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2013-2020 در ساحه تندرستی بیمارخانه و شعبه‌های آن مرکزهای سلامتی در شهر ترسونزاده معلومات داد. در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2013-2020 و قرار رئیس شهر ترسونزاده از 25 می سال 2015 تحت رقم 401 درباره نقشه شورابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده برای تطبیق استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان همان‌روزه در جلسه‌های حقایقی با اشتراک معاونان و سرمتخصصان بیمارخانه در نزد سرطبیب بیمارخانه عاید به مسائل مذکور از جانب سرطبیب گفته می‌شود. باید ذکر نمود که دیگر اعضایان کمیسیون جمعیتی عاید به پیشگیری کروپسیا در شهر ترسونزاده هنگام استفاده مبلغ‌های بودجوی، حجت‌گذاری کارخانه و تشکیلات، تقسیمات زمین و طعمه‌جویی سخنرانی کردند. کروپسیا این کرداری حرکت یا به حرکتی شخصانی با اجرای وظیفه‌های دولتی وکالتدار یا با آنها برابر کرده شده میباشند که مقام خود یا امکانیت‌های آن را با مقصد به منفعت خود یا شخصان دیگر به دست آوردن نعمت‌های مادی و غیر مادی اینچنین به این شخصان وعده دادن، تکلیف یا پیشکش نمودن این گونه نعمت و برتریت‌ها با مقصد مایل کنی و یا قدر کنی آنها برای اجرای این یا آن کردار حرکت یا به حرکتی با منفعت شخصانی واقعی حقوقی استفاده میبرند. همچنین قید کرده شد که کروپسیا پیش از همه اعتبار دولت و حکومت را در نزد جامعه کاهش داده باعث ضرر زیاد اقتصادی و پسشوی نفوذ دولت در عرصه بین المللی میگردد. همچنین قید کرده شد که چنین یک پدیده منفی همچنین کروپسیا در پیشرفت جامعه ما یکی از مانع‌های خیلی جدی به شمار می رود. ما باید تمام عامل‌ها و سبب‌های ظهورات کروپسیونی را همه جانبه آموخته تحلیل نماییم و تمام قواهای سالم جامعه را برای پیشگیری و پس کردن شدت آن سفربر نماییم. در فراورد این جمع آمد رئیس کمیسیون جمعیتی عاید به پیشگیری کروپسیا در شهر ترسونزاده اکرمزاده پرویز بار دیگر اعضایان کمیسیون را هشدار نمود تا که در تمام کارخانه و تشکیلات‌ها عاید پیشگیری عمل‌های کروپسیونی دقت بیشتر دهند. صابر جان سعیدوف، سیف‌الدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.